ابو لیث رحمت الله علیه در کتاب خود به نام تنبیه الغافلین نوشته است وقتی وفات حضرت لقمان علیه السلام رسید به فرزند خود فرمود که ای فرزندم در طول عمر تو را زیاد نصیحت ها کردم و حالا 6 نصیحت میکنم. آن نصیحت این است که ای پسرم در دنیا خود را همان اندازه مشغول کن چه اندازه که زندگی باقی است. و دوم همان قدر الله سبحانه و تعالی را عبادت کن چه قدری که دو محتاج استی. و این معلوم است که انسان هر وقت به الله سبحانه و تعالی محتاج است. سوم برای آخرت همان اندازه آمادگی کن، همان مقدار آمادگی کن چه مقداری که در آخرت میمانی. و این معلوم است که بعد از مردن بغیر از آنجا جای دیگری نیست. چهارم تا زمانی که به شما یقینی نجات از جهنم نباشد در کوشش نجات از جهنم باشید. پنجم به گناه ها امان قدر جرأت پیدا کن که چی اندازه طاقت سوختن در آنجا را دارید. سزای گناهان چیزی قانونی است اما رحم شاهانه را کس نمیداند. ششم زمانی که میخواهی گناه بکنی جایی را برای گناه پیدا بکن که در آنجا الله سبحانه و تعالی و فرشته‌های او تو را نبیند. الله سبحانه و تعالی به این نصیحت های حضرت لقمان علیه السلام به همه من شما توفیق عمل نصیب بگرداند.